سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشید. من میخوام توی این ویدیو توضیح بدم که زندگی خوابگاهی چطوریه، ارزشش رو داره پاشید برید خوابگاه یا نه، تجربه من چی بود، خوب بود، بد بود، سخت، راحته یا چی. خب اول از همه بگم که کل انتخابی که قرار راجع به این موضوع بکنید بستگی به ارزش‌های شما توی زندگی داره. ببینید خوابگاه خیلی خوش میگذره حقیقتا، مخصوصا سال اول وقتی که یه سری بچه‌های جدید رو کشف میکنی و توی یه گروه جدید قرار میگیری، خیلی با هم دیگه حس خوبی دارید و دفعه اولیه که آدما جدا شدن از محیط گرم خانواده و خیلی دوستای خوبی پیدا میکنید و خیلی اوایل خوش میگذره. خودم مثلا بگم 1-2 ترم اول، ولی شاید از ترم سوم به بعد کم کم اختلافا پیش میاد، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های خانوادگی کم کم بروز میکنه و زندگی خوابگاهی رو خیلی سخت میکنه و باید ببینید آیا شما حاضرید اون سختی رو قبول کنید یا نه، آیا توان زندگی توی خوابگاه رو دارید یا نه. من اول بدیاشو میگم و بعد تجربه و توصیه هایی که کمک کرد تا بتونم زندگی خوابگاهی رو تحمل کنم. اولین بعدش خب زندگی جمعیه. بچه کلا زندگی جمعی واقعا ترسناک و سخته، مخصوصا اگر آدم درونگرایی هستید و مخصوصا اگر قبلا اینو تجربه نکردید که خب اکثر آدمای 18 ساله تجربهش نکردن. خب اوایل میگم واقعا شیرینه اینکه تو با یه سری بچهای همسن و سالت میتونید تمام وقت پیش هم باشین. خب اول خیلی شیرینه، کلی خاطره میسازید و اینا، ولی بعد کم کم میبینی که آدما توی خانواده های متفاوت بزرگ شدن، ساعت خواب آدما متفاوته، تون صدای آدما متفاوته و خیلی میتونه اذیت کننده باشه. مثلا یه مشکلی که من داشتم، من خیلی خوابم سبکه و میگرنم دارم. خب خیلی زندگی برای من سخته واسه کسی که خوابش سبکه و میگرنی هم هست، واقعا زندگی سخت میشه تو خوابگاه. مثلا اینطوری بود که ساعت خواب بچه‌ها متفاوت بود. یه سری از بچه‌ها تا مثلا 4 صبح چراغ مطالعه‌اش روشن بود تو تختش و بیدار بود و کلا شبا درس می‌خوند. یه دوست دیگه داشتیم 6 صبح شاید 5 صبح بیدار میشد و چای میذاش صبحونه دم می‌کرد و اینا. و من با اون آدمی که تا 4 صبح بیدار بودم و خوابم نمیبرد تا زمانی که اون نخوابه، و از اون طرف با اون آدمی که 6 صبح بیدار میشدم از سر و صداش، در حالی که بقیه آدما خواب بودن و واقعا سخت شده بود برام خوابیدن. و هر چقدرم قانون میذاشتم واسه بچه‌ها، میگفتم بچه‌ها ما هر سبک زندگی که تو خونه داشتیم 12 شب همه باید بخوابن، حداقل تا 6 صبح واقعا اهمیت نمیدادن و هر کس سبک زندگی خودش رو داشت و این واقعا عذاب‌آور بود. یا مثلا میگم تون صدا، بعضی از آدما دید بلند زندگی میکنن، سر صدای زندگیشون بلند علاوه بر تون صدا. مثلا ظهر اومدی از دانشگاه خسته خوابیدی، مثلا دوستم یهو در رو وا می‌کرد میومد تو، و از همون صدای درواز کردنش من بیدار میشدم، سردرد میشدم تا آخر شب. و تصور کنید چقدر زندگی برای من سخت بود و من واقعا گریه میکردم دیگه روزای آخر و اتاقمو عوض کردم، رفتم یه اتاق دیگه، اونجا هم اذیت شدم، اونجا هم اتاقمو عوض کردم. من میگم کلا زندگی سخته با یه سری آدمایی که توی خانواده‌های متفاوتی بزرگ شدن. واقعا اگر خوابگاهی شدید پیشنهاد میکنم یکم از خود گذشتگی کنیم، چون واقعا چاره ای نیست، آدما متفاوتن و اینکه سخته تو با مثلا 8 آدم دیگه که کاملا متفاوت بزرگ شدید مجبور باشید توی مثلا یه اتاق 12 متری زندگی کنید، خیلی سخته. پس مجبوریم هممون از خود گذشتگی کنیم و یه سری کارهایی که دوست داریم بکنیم رو فاکتور بگیریم تا همه بتونیم راحت زندگی کنیم. خب این اتفاق برای من نیفتاد و تجربه خیلی ترسناکی داشتم توی خوابگاه. اینا بدیهای خوابگاه بود. یه بدیه دیگه ای که مثلا داره، میگم همون اختلافات فرهنگیه. آدما جای مختلفی بزرگ شدن و خیلی متفاوتن، شاید لهجه های متفاوت، شهرهای متفاوت و خیلی زندگی سخت میشه وقتی که میبینی اینقدر متفاوت. چون مثلا توی خانواده تو داری با خانواده زندگی میکنی که خودشون تو رو به دنیا آوردن و با ارزش‌های اونها بزرگ شدی، بعد زندگی با خانواده سخته. تصور کن زندگی با کسایی که کلا متفاوت بزرگ شدی چقدر سخت خواهد بود. احتمال اینکه با آدم‌های بیشعور هم اتاق باشید خیلی خیلی زیاده، خیلی زیاد. واقعا ترسناک بود، نمیخوام الکی تعریف کنم.
ولی حالا بریم دو سراغ خوبیاش که چطور تونستم تحمل کنم. اولین نکته اینه که اتاقتون رو عوض کنید. واقعا اینطوری نیست که بگم قراره با هر آدمی که همون ترم اول افتادید با همون آدم 4 سال درس بخونید. اتاقتون رو عوض کنید، برید با آدم دوستایی که فکر می‌کنید نزدیک‌ترید به هم اتاق بگیرید و این واقعا میتونه شرایط رو حداقل 1-2 درجه بهتر کنه. این اولین توصیه‌ایه که دارم. و دومین توصیه که حالا اگرم هنوز انتخاب نکردید میتونم بگم که در آینده میتونید از این روش استفاده کنید، اینه که بیشتر زندگیتون رو خارج از اتاق داشته باشید. من روزای آخر دیگه سبک زندگی اینطوری شده بود که وقتی که دانشگاه بودم مثلا صبح تا ظهر، اگرم کلاس نداشتم صبح تا ظهر میرفتم کتابخونه دانشگاه و بعد ظهر میومدم میخوابیدم تا وقتی که بقیه بچه‌ها نیومدن از کلاساشون، 1-2 ساعت میخوابیدم و وقتی اونا میومدن اتاق و میدونستم قرار نیست بذارم من بخوابم، من میرفتم سالن مطالعه تا شب و شب دوباره وقتی همه خواب بودن میومدم و میخوابیدم. در واقع توصیه‌ای که دارم اینه که سعی کنید زندگیتون رو خارج از اتاق انجام بکنید و به زندگی ادامه بدید. یعنی اگه بخواید تو کل تایم توی اتاق باشید واقعا اذیت میشید، چون بقیه بچه‌ها میان میرن میخوان زندگی کنن و اینکه شما بخواید زندگیتون رو هماهنگ کنید با اونا خیلی سخته. شاید مثلا اونا شب ترجیح میدن دوره هم بشینن حرف بزنن، شما امتحان دارید فردا، خب نمیتونید کنار بیاید، سر و صداشون اذیتت میکنه. پس توصیه‌ام اینه که زندگیتون رو خارج از اتاق بکنید و فقط شب‌ها بیاید کنار اون آدما بخوابید. و اگر دوست خوبی دارید خارج از اتاق لازمی نداره حتما با هم اتاقی بشید. اگه میتونید بقیه تایم‌های روز رو کنار هم باشید با اون دوستاتون بگذرونید و شبا اگه اجازه میدن بچه‌هاتون که بخوابید برید توی اون اتاق فقط بخوابید. این یه توصیه بود که من داشتم. توصیه دیگه اینه که تعداد بچه‌ها توی اتاق رو کم کنید. من دوستم توی اتاق 4 نفره زندگی میکرد و خیلی با هم دیگه اوکی بودن. ما خب اولین اتاقی که بهمون دادن 8 نفره بود و بعد 6 نفره شدیم و در نهایت ترمای بالاتر اتاق 4 نفره بهمون دادن. اون اوایل اتاق 4 نفره‌شان ندن بعضی دانشگاه‌ها و خب ترمای آخر هرچی جلوتر بهتر شد شرایط زندگی. اینم از این. دیگه چه توصیه میتونه داشته باشم؟ هیچ توصیه دیگه نمیتونم داشته باشم، فقط این که برید خارج از اتاق زندگی کنید. توصیه آخر این که کلا میشه خوابگاه زندگی کرد یا نه؟ بچه‌ها میگم من واقعا هنوزم پشیمون نیستم و اگه برگردم عقب بازم میرم یه شهر دیگه درس میخونم و توی خوابگاه زندگی میکنم. خیلی سخت بوده، اگر میگرنی هستید، اگر درونگرایید واقعا سخته، ولی ارزششو داره. خاطره های خوبی ساختم توی اون شهر، تجربه زندگی مستقلی رو داشتم و یکی از بهترین تجربه‌ای که داشتم این بود که برنامه زندگی دست خودم بود. خب از این نظر که خوابم دست خودم نبود و باید با بقیه بچه‌ها هماهنگ می‌شدم، نه، ولی از لحاظ درس خوندن و اینجور چیزا یه تجربه کردم زندگی مستقل از خانواده چطوریه که من هر ساعتی دلم بخواد بیدار بشم، هر ساعتی دلم بخواد درس بخونم. تنها زندگی کردن رو یه جور تجربه کردم. ترمای آخر که میگم بیشتر خارج از اتاق بودم. خوبه، تجربه خوبیه. باز میگم خیلی بستگی به شانس داره، اینکه شما با چه بچه‌ای میافتید هم اتاق میشید، با از چه شهرایی و همه این فاکتورها تاثیر میذاره اینکه از زندگی خوابگاهی راضی باشید یا نه. پس با همه این سختی‌ها میشه تحملش کرد. تجربه خوبیه که تو شبها یه محیط بزرگ خوشگلیه که تو میتونی بدون حجاب بری قدم بزنی، تاپ سواری کنی. یه عالم دختر اونجا هست که میتونی تو باشون ارتباط بگیری، مجبور نیستی حتما با 8 نفر هم اتاقیت ارتباط بگیری. هزاران دختر اون بیرون هست که ممکنه بالاخره یکیشون با تو مچ باشه و حالتون با هم دیگه خوب بشه. در کل زندگی خوبیه و اینکه میدونم برای پسرها راحت تر تحملش، چون میدیدم که راحت تر میتونن تحمل کنن. پس اگه پسر هستید شاید زندگی خوابگاهی اونقدر براتون سخت نگذره، ولی میگم اگه درونگرا هستید و میگرن دادید واقعا سخته. همین، تجربه دیگه ای ندارم. امیدوارم که بهترین انتخاب بکنید، نترسید از هیچی، هیچ اتفاق ترسناکی نمیفته، همیشه جا برای برگشت هست، جا برای تغییر هست، همیشه میشه شرایط رو تغییر داد و جوری که دلخواهمونه زندگی کرد. امیدوارم که راهی رو انتخاب کنید که دوستش دارید و همه چیز براتون خوب پیش بره و 4 سال خوبی رو تجربه کنید.
همین، امیدوارم که حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.